کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو روز 7 دکامبر اعلام کرد که آمریکا، بیرما، چین، اریتریا، ایران، کره شمالی، پاکستان، عربستان سعودی، ترکمنستان و تاجیکستان را همچون دولت‌های جدا کرده است که در چارچوب قانون سال 1998 درباره اعتقاد برای اشتراک و یا تحمل کردن پایمالکنی منظم، دوامدار و اضطراب‌آور آزادی اعتقاد مورد نگرانی خاص آمریکا قرار می‌گیرند. پامپئو گفت همین طور جزیره‌های کامور، کوبا، نیکاراگوآ و روسیه در روی خط مخصوص دولت‌های شامل کرده شدند که به پایمالکنی جدی آزادی‌های دینی راه دادند. کاتب دولتی آمریکا گفت سودان و ازبکستان برای پیشرفت‌هایی که در یک سال آخر نمایش دادند از روی خط اخیر برآورده شدند. ازبکستان همچون چند سال پیش در روی خط دولت‌های مورد نگرانی خاص آمریکا قرار داشت، ولی بعد درگذشت اسلام کریموف و به قدرت رسیدن شفقت میرزیویف افکار جامعه جهانی را نسبت به خود خیلی عوض کرد. تاجیکستان باشد اینک از سال 2016 به طور دائمی برای سرکوبی آزادی‌های دینی در روی خط سیاه آمریکا قرار می‌گیرد. این روی خط را دپارتمنت دولتی هر سال بر اساس گزارش‌های سالانه کمیسیون آمریکایی آزادی‌های دینی بین المللی ترتیب می‌دهد. واشنگتن باید نسبت به کشورهایی که در روی خط سیاه می‌افتند تحریمات جاری کند، ولی اعلان تحریمات نسبت به تاجیکستان هر سال به تأخیر می‌گذارد. مقامات رسمی تاجیکستان با اظهارات پامپئو درباره دیگر باره شامل کردن اسم این کشور بر روی خط دولت‌های سرکوبگر آزادی‌های دینی هنوز واکنش نکرده اند.